بیاین که لیلام از دسترخانه تخفیفی. الله تعالی شدی مسلمانان ته دوه خو کنه ورکړي چې یو کوچنی اختر دی یو لوی اختر بس موږ خپل مادهګان ورته نیسو. اکثر مردم فهمید یعنی از وقتی که بازسازی شده یعنی بارانی گپا شده به شوق مندهی آمده. مندهی شارنو شده. این قیمتش برات میاد 4000. برای من؟ برای خودت 3500. سلام، وقتتان بخیر هموطنان عزیز. آرزوی صحتمندی و سلامتی شما را داریم. خوشحال هستیم که در خدمت شما قرار گرفتیم. جمع جوش عید است دیگه. منجوی کابل، ناحیه اول کابل هستیم و میبینیم که ماشاءالله ازدحام بیشتر شده دیگه. بازارام اینا دیگه تقریبا چبلی و بوت همه چیز، امو لباس و بوت و چیزا ارزان شده. تغییراتی که در اینجا آمده ای را بر تصویر میکشیم و در کنارش صحبت ها با هموطنای ما می داشته باشیم. تا پایان ما را دنبال کنید. دوستا بازم خوش آمدین در برنامه. در کنار ما امی کیست؟ موسی خان است. موسی خان که کاریگر است. یک کمک پایکشون معیوب است اما همتش بالا است. ما این زده اینجا ما اوگار از گشته نمیتونیم. خو یک خوار ماست یک پرشته را برای ما را کرده بود. خطی ما کمک کرد. اگر اینجا خب بسیار سخت است. ما اشتکدار هستیم. همه تو خوارای ما یک پرشته را برای ما را کرده بود. خطی ما بسیار کمک کرد. خدا پاکش ناکامیش نکنه. خدا پاک دیگم برش قوت بده که یک غریب که یک معیب و میکنار و خدا پاک همیشه ما برش قرآن شریف میخوانیم، دعا برش میکنیم. صبح کی میبریم از خانه. امروز کمک شده. خدا پاک ناکامیش نکنه. برای ما هر چیز خریده. ما بسیار خوشحال هستیم. شکر بیادر که حداقل امی عزیزای ما که دست کسایی را میگیرن که بی بضاعت هستن، نیازمند هستن و اونا خب میفهمیم مردم عزیز ما افغانستان بسیار مردم با همت است. خب دستشان که تنگ میشه یا شرایط سخت میشه دیگه، ما باید تو شرایط دست یکی دیگه را بگیریم. پایای ما میلرزه خاطر همی که استاد شده زیاد نمیتونیم، کمزور هستیم. خب اینا بخیر ایدم رسید. بس برادر اینا کشکمی ما مردم غریبا پر باش همو بری ما عید سالی خوب. بخیر کمک عید خوش میگذره. شکر از ما بسیار خوشحال هستیم. برای ما یک فرشته از یک طرف نه یک طرف خدا پاک رای میکنه. ما از بیاجی بسیار خوشحال هستیم. صبح کیم نماز میخوانیم، قرآن شریف میخوانیم، دعا برش میکنیم. بیاجی دعا کو هر کس که خداوند هر کس که در این شرایط دست هموطن خدا میگیره دیگه، خداوند دستش میگیره. بازو جا یک نفر بود که ما را دم روی کده بود و باز گفت که همین روغن برای ما بتیم، ما برش زاری کردیم، چیش گرفتیم، ما گفتیم ما روغن نداریم که برای تو بتیم چی کنیم. بس میگه ما دیگه ور برای تو کمک نمیکنیم. ما گفتیم بیاجی اگه خبر شو که تو از ما روغن میخوای تو را نمیمانه. ما چی رقم از خانه که یک چیز ببریم کس برای ما داده باشه. ما اینجا کلی روز گوشنه میگردیم خود چیزی از خانه را سودا کردن نمیتونیم، نه به کس داده میتونیم. او برای ما داده ده بچای ما و بچای رزق ماست. علی خدا مهربان است. بعید بخیر. ما هم یک طرف و طرف شور میکنیم. خدا مهربان است. خدا بزرگ است. مرا دستکت خوش شدم از دیدن. بخیر خدا پاکش خوارت نکنه. می صدای ماست. بسیار ما وقت شو روز برش که لقمه میکنیم، یه چیز نداشتیم برش دعا میکنیم. هر وقت. السلام علیکم. و علیکم السلام. خدا پاک ناکامیتان نکنه برادر. ما بسیار خوشحال هستیم از برادرای ما، از خوارای ما. کس که از افغانستان باشه جان ماست، جگر ماست، هر چیزی ماست. بخیر باشین. قربان جان. نور دیده ماست. بیاین که لیلام از دسترخانه تخفیفی. لیلام شد بازارا در جریان است، صریفا در گریان است. ادامه بده. بیاین که لیلام شد لیلا.
همه قدر بود؟ همه قدر. یک چند فرد دگام که اضافه میکردی بسیار خوبش میشه. لیلام از در میدان است، در خود کابل جان است. دسترخوانکای اوجی قدرت الله در لیلام است، از شرکت گلمرجان است. با خدا بیخی تبلیغات کردی تو والا. نام چی؟ نامم روحلا. روحلا جان. روحلا جان چند سال هستی؟ من میم یک 13 ساله. میای یک 13 ساله؟ 13 ساله. باید 13 موندی یا از بالا رفتی؟ نه دم 13 پای مانده. مکتب هم میری؟ مکتب میرم. یعنی در روزهای چطور است؟ کاروبار دیگه خوب شده؟ خوب شده شد. صحیح خوب شده یا کم؟ صحیح خوب شده. دسلاف کردی یا نکردی؟ می دسلاف اول بود. متر چند مفروشی؟ متر چند؟ من 120 بای میکنم آخر 100 رو به میتیم 80. 120 بای میکنی؟ 80 آخرش. اگه یک آدم پیسه نداشته باشی؟ پیسه نداشته باشه خیر قرض ببره. از کجا پیداش میکنه؟ من قرض بگیرم من از کجا پیدا میکنم؟ میای خودش که نامد باز از دنیا دیگه از دنیا میگه ازش میخوایم. والا خوب گپ زد بابا. نه راستی بسیار خوب خندوار گپ زد. والا یعنی حق من باز از دنیا میگیرم. حق تنگ خر پس میگیره. بابا ما چی نام داره؟ چی نام داری بزرگوار؟ ما گل محمد نام دارم. گل محمد خان. چی مصروفیت؟ والا فعلا اگر راست بگم من هیچ مصروفیت ندارم، خانه مدغز نیسته. اینجا مهمان اومدم، یک بچگکم یک داماد مرا برده پشاور. از خاطر امازون مادایم خانه شونده می تای مسکن خیرخانه است. مهمان است مال چندین وقت میشه که کابل رفته بودیم طرف وطن. اینا مهمانی اومدم میدم مهمانی همین تر میکنیم. والا ایدم همینجاست؟ همینجاست. کالا مالا جور کردی نکردی؟ کالا شکر هست. چند جورا جور کردی؟ یک جورا جور کردم دیگه. یک جورا دیگه. یک جورا هم دیگه در اشاره جور کنی کلام گپ است. چطور است مزید مانده نمانده یا مسابقه خوب بود؟ والا ما که فکر میکنم مزوال که مسابقه خوب بود. من میگم حالا این مزید است. والا سعی کنم خدا جمع جوشه. جمع جوش هر وقت می جمع جور بوده. تاون نتونه آدم خریدن سایل کنم چی بدر نفر. راست میگی. این گپ است. همین جیبت که خالی باشه اونم وقید است. اینمی که جور است اینمی اید است. قربانت خوش شده مسجدن. قربانت بخیر باشی. باش که ما کتمی نوجوان بگویم دیگه. ما وزی یک جور آمد کنیم که چند برای متر چند مفروشه بالاخره. برده که بفروشه متر 50 رو با. از 120 در 50 رسیدی به خدا؟ سر پای میتم نه. خب یعنی فایده نمیگیری؟ نه فایده نمیگیرم. خب به شکت است. از مکتب و درس ها گفتی. چی یاد داری که بر ما بخوانی؟ یک ترانه شعر یاد داری؟ شعر یاد دارم. من گلستر را دوست دارم، ارغوان را چی کنم، خدا را دوست دارم، دیگران را چی کنم. خدا را دوست دارم دیگران را چی کنم. نمازهایت میخونی 5 وقت؟ نه 5 وقت نماز نمیخونم. چند وقت میخونی؟ 4 وقتش میخونم. این وقت فرض شده دیگه. صبح کی وقت خسته نمیتونم. والا دمی نماز صبح کلگی چی بگم دیگه یک ذره خدا ببخشه دیگه. کوشش کن آدم بخونه نه؟ کوشش کن آدم میخونه. میفهمی که چند رکعت است؟ صبح چند رکعت است؟ 4 رکعت. پیشین 10 رکعت. خب خیر است دیگه. هر وقت فرض و سنت چه نگفتی دیگه. دادا بگویم کاکایم برات بگویه. بگو کاکا برای زمین که امی فرض و سنت. صبح 4 رکعت است، دوش فرض است، دوش سنت. دو اولش سنت است، دوش دومش فرض است. پیشین 10 رکعت است، 4 اولش سنت است، باز 4ش فرض است، باز دوش سنت است. نمازیگر 4 رکعت است، هر 4ش فرض است. بخیر باشی بابا جان. باش کمی بچه که پرسان کنیم. بیادرکش است. تو خون نماز اول نمره عمومی بلد هستی نمازها را؟ آفرین. نماز صبح 2 رکعت است، سنت 2 شعر فرض. نماز چاشتم 4 رکعت آخه. نماز چاشتم 10 رکعت، 4ش سنت، 4ش هم فرض، 2 رکعتش هم سنت. نماز دیگرم 4 رکعت. آفرین. همه قدر گفتی کفایت میکن. چی یاد داری بر ما بخوانی؟ تنش از بین بردی دیگه.
چه داره یادم یک شعر یاد نداری برام بخونی؟ شیر اول نمره هستی؟ آه یک دو یاد داری؟ آه بخون تو ما بشنو. 1 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 10 6 2 12 8 2 16 9 2 18 10 2 18 10 20 برو صحیح همه قدرم که جرأت کرد. تشکر مرا دست پالوان. پالوان دست مرا. تشکر و خیر باشین. دوستان بیننده باشین. در خدمت است. سلام. سلام علیکم. شکر بخیر الحمدلله. هستی؟ شکر الحمدلله. سلامت. مرد سکتبت نام چی است؟ مایل است. مایل. مایل جان. آجان. خودت اینجا دف فروشی یا دایره فروشی میکنی؟ بله ها. چقدر وقت میشه؟ یک 8 سال میشه. 8 سال میشه. آه. کم کم یادم داری یا نه؟ آه چرا نه؟ اگه بگویم یک ما را یک مستفید بسازی. هیچ گپ نیست. اگه خوش میشین میدن من خفه میشین دیگه. مشکل نیست. نه خوش میشن. هیچ گپ نیست برات به میزنم. خاطر که عید نزدیک است یا کمه که لبخند. آه چرا نه؟ خب میشنویم دوستا. تشکر. چطور بود امروز اسلاف کردی نکردی؟ آه شکر خوب بود بازار بد نبود. ما اسلاف بتمش. چی اسلاف بتم؟ هیچ چیز یک اشتباه داری من در دستلاب. ما برات یک انرژی صرف بیارم. نه خدا نکنه. نه اگه تو میگم بر تو بیام تو پیش ما. تشکر. اشتین آمده. بگم یا چاش تمیز کدیما باش. بخیر با عزت باشید. بیا لالایم خودتان بیا. از مصاحبه پارهز هستی. از مصاحبه پارهز است. بریم بخیر باشید. تشکر. یک دنیا تشکر. امی لالای ما نمیفهم از کدام ولایت تشریف آوردن. سلام علیکم. و علیکم السلام ورحمة بخیر الله. هستی؟ صدقه ده خیر. تشکر. سلامت زنده باشین. نوم صدا ورورا. وحید بدر من پکتیا ولایت اوسیدونکی. روحیت؟ وحید بدر. وحید بدر. بدر. وحید جان. چقدر وقت میشه که آمدی کابل؟ تقریبا من خدا یو نیم کال کې کابل ته مکړه راغله. خب بسیار خوب. اینجا وظیفه داره. و بس وطن په خدمت کې یم. بسیار خوب. برنامه آریانا رو میبینین کم کم؟ و ټول خبرونه تقریبا زیاتره ورزشي تقریبا وړي. زیاتر برنامه ورزشی رو میبینین. برنامه ما غریبار نمیبینین. ټول تقریبا آریانا خو بس د باوریس خبرونه شهری خبرونه ټول تقریبا. بسیار خوب. اینا به خیریت رسید. اختر به رسیدلی. و ولنه بس الله تعالی چې د مسلمانانو ته دوه خو کنه ورکړي چې یو کوچنی اختر دی یو لوی اختر بس موږ خپل مادهګان ورته نیسو. خب برای عید چه رقم لباس جور کردین بخیر؟ والله شرکت خبره ما خو تقریبا یو لاس ورځ مخکې کالی مالی ټول سامان ورته واخیستم. خب بسیار خوب. میوه چی میگیرین؟ در اونجا چه رقم رسم رواج است؟ چی خریداری میکنین؟ اینجا خود در کابل مردم میوه خشک میخره، میوه تازه میخره، سیمیان، نخود، بادام. اونجا چی میگیرین؟ اغلتم دغه شان دي دا وچ میوه دي تازه میوه دي مثال دغه سیمیان او بادام د نقل د شان خیلی اغلت. ان شاء الله فرق نکي. زیاد فرق نمیکنه. اینجا میرین اینجا میباشین یا میرین طرف نه مو کور کابل کې د درلمان کې اوسېګو دغه بل سیمه کې اوسېګو. صحیح ده. بسیار خوش شدم از دیدنتان. قربان شم. سلامت و بس خیر است. مونږ ته څه خدمت دي. سلامت خیر است. ډیر خوشاله شم. خیر است. امی یخن این خب یخن محفلی است دیگه. چطور است؟ بریدی چطور است؟ مقبولتر است؟ یام خوب است نه؟ نمیفهم والا وقتی که آدم میه برای خرید ایران میمونه زود کدامش انتخاب کنه. چه خوب یک یخنک ساده و مقبول است. بیایی که رفیق ما پالوان هم ببینیم. السلام علیکم پالوان جان. بخیر هستی؟ صحت خوب؟ آرام آرامیست؟ بخیر هستین؟ بخیر است. صحت دارین؟ سعادتمند است. بخیر هستین؟ بخیر است. ماشاءالله چه قربان شم. مقبول پوشیدی والا. بخیر باش. چشمایت مقبول میبینیم ما برادر. در مورد این لباس کم بر ما توضیح بده. حالا لباس دیگه نمیتکاس. نمی دختر نو مود شده. دو توریسا میگندش. دیگه
یک مود نو است ها مود نو است دیگه. ماشیم که مود نو است یا نیست، ما مقصد امی خوشم آمده اکثر کالای ما فهمید امی رقم جور میکنیم. پالوان جان خو یک مصاحبه دیگه هم برایشان داشتم. اجانا هم داخل دکانای بیادرای ما چادر فروشی است. دکانه خود تمیز. دکان خود مامی است. بله. نامتون بگو پالوان جان که یک یاد خاطرات دوستام تازه شد. نام ما الهام رضایی است. دیگه امیجا امروی برادرای مصروف کار غریبی هستیم. دکان چادر فروشی هم داریم، تکه فروشی هم داریم. دیگه مصروف یک کار غریبی هستین. بله. برو شکر. چه خوب یخنای مقبول آوردی، ارزان شده یا قیمت مالا؟ رقم است. یخنای راتیز، مزاریز، وطنیز. دیگه 500 600 از 300 شروع تا 1100 1200 هم است. خود تو یک یخنه که مقبول اینمی اینی یخنا وسطی چند فعلا است؟ کدام؟ اینی وسطی. این وسطی یا 600. اینی یخنام نو مود شده. اینی از تفلانه شروع اینی طرف بگیره کامرامین ما از اینیا اکثرا فعلا نو جور شده. همین کسایی که محفل خوشی داشته باشن از یخنای شیشه‌ای و یخنای بیادر گل فامیل چیزا را دم شوخینه و داد شو نکاوی اول قصه ای دست بیاده. دایدام میپوشه. اکثر مردم دایدام میپوشه. دیگه خوب است. شکر که بیادر آرام هستین. از تغییراتی که اینجا آمد بازسازیایی که شد چقدر بر شما سهولت شد؟ والا تغییرات خوب تغییرات است. سهولت نمیشد. سابق که اگر باران میشد دیگه در کوچه منده تو رفت رو نمیشد. اینجا فقط نمی اودن میشد. میدید یک قسمت جای اودن بود، باز یک قسمت خالی، باز دیگه قسمت دیگه. حال خوبی ده چی شده که نمی باران شوه یا هر حساب گپ دیگه شوه دیگه بسیار منده آمدنش خوشت میته. اکثر مردم فهمید یعنی از وقتی که بازسازی شده این بارانی گپا شده با شوق منده آمده. منده شهر نو شد. منده شهر نو شده. شکر که دارمت پالوان جان. مصروف قیچی کردن کالا بودی؟ والا من قدر دیجا خب چه میگن دوستام است، شاگردام است دیگه. نمی تکاس بیادر گل فهمید مشتری ها میاد 4 متر 6 متر 5 متر 10 متر هر کس ما اندازه توان ضرورتش برش تکه میتیم. خوش شدیم از دیدنتان. موفقیت بیشتر براتون میخوایم. خیر سلامت باش. قربانت شم. خیر ببینی بخیر باشی. حاجی صاحب همینجا یک رخت فروشی داره، لباس تکه فروشی بگوییم دیگه. سلام، وقتتان بخیر. مهربانی. وقت شما هم بخیر. مهربانی. قربانتان. چطور است؟ دست پای دم است یا نه؟ غلیمت شکر است. مهربانی. شکر. اسم مبارک؟ اسمم عبدالقهار. عبدالقهار. بسیار خوب. چند سال میشه که در مندوی هستی؟ 35 سال. 35 سال میشه؟ بله یا. از کدام سال میشه تقریبا؟ از سال 71 به این طرف. 71 35 دیگه اینه شاید از 60 چند دو طرف شود. نه 35 سال میشه که در منده استیم. از 70 دو طرف. نه از 71 به این طرف یعنی 34 سال یا 33 سال شاید شود. 33 سال میشه. بله. بسیار خوب. خیلی بسیار از آدمای سابق. بله بله عمر ما در منده ای تیر شد. از اون وقت تا همینجا پیش شد. همینجا سفید شد باور کن. شکر نوزا سر حال است. خدا شکر است غلیمت. اینه بخیر رسید. گفتیم باز از بازارا بپرسیم چطور است تکه فروشی ها وضعیتش کاربار هست نیست. یک رقم اینجا فرصتی بود به خدا. بیادر گل هیچ کاربار نیست. هیچ ما تو احساس نمیکنیم که باشه. فروشات صفر، کرا بالا، مالیه بالا. فروشات ما از وقت جمهوریت به این طرف از 100 بده آمده است. مفاد ما از 100 بده آمده است. این تو یک تغییرات است. کرایه چقدر است؟ کرایه ما از من فعلا اینمی دکان در یک ماه 1,20,000 مصرف میه. 1,20,000. 1,20,000. 1,20,000 یعنی ما باید در یک ماه پیدا کنیم برای دولت، مالیه، کرا، شاگرد، برق کلش ما حساب میکنیم، محاسبه کنیم. روز 4,000 مصرف ما میه. والا کرایتون خیلی زیاد است. یک اقدام کنین، یک پیشنهاد بدین که حداقل می کرایه را کم بسازن. کی بش کنه؟ خب مسئولین. مسئولین خب میگه که بیادر نمیتونه اعلا بده. خیلی کجا بریم چی کنیم که اعلا بده؟ سخت است والا. مزاحمتان نمیشه مویسه. والا من ناراحت شدم به خدا. این رقم کم باج است. واقعیتش امی دکانا کلش به تاوان است. کس رو پرام بالا نمیندازه.
نظم که آمد چیز تغییرات نامد. نظم آمده است، یعنی بی بنده‌باری، یعنی یک آرامی آمده است. مگم روزگار مردم یک وقت در وقت نجیب یک فکایی بود، میگفت تو بکشش که خونش نریزه. حال نمت حالت است. خون باشه. قربانتان. مهربانی. السلام. بخیر باشید. به یکی از سرایا آمدیم که لباس های مختلف اینجا مشاهده میشه، لباس های خاص بر محفل، برای روزای خاص. دیگه این لالای ما گفت یک تصویر ما باشه که جوانا بخیر دیگه حتما، چرا نه؟ خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت و بخیر باشی. خوب است. بخیر خوب است. سلامت باشید. سلامت، تشکر. ماشاءالله چه خوب لباس های گند افغانی دارین. مقبول است واقعا. جانا لباسکای افغانی دیگه ان شاء الله دیگه قیمت عید مال خرید نمیشه. میشه. بعضیا ایدی میبرن، بعضیا دیگه بعد از عید محفل دارن دیگه، پیش ان شاء الله مشکل نداره. ایدیام میبرن اقتداد شاید در خارج بپوشن هم لباس ها را، چون لباس افغانی. چرا نمیپوشن؟ اصل فرمایشا که هست همش از خارج میاد. خب بعض افغانای ما شما هست در خارج زندگی میکنن دیگه، ان شاء الله دیگه از خارج زیادتر سفارش میاد. بسیار خوب. کاروبار بخیر بگذره ان شاء الله. سلامت و بخیر باشید. ما که میبینیم پیرن دیگه مقبول است. قیمتاش زیاد است یا کم؟ قیمتاش مناسب است دیگه، نه زیاد نه کم. این پیرن چند است؟ کدام؟ این قیمتش برات میاد 4000. برای من؟ برای خودت 3500. خب بسیار خوب. مرات هم هست. ان شاء الله مرات میشه. چند مرات کنین مثلا اگر ما بخرم میره چند؟ دیگه برای خودت دیگه خودم هیچ نمیره. پیسه نتی اولش، فهمیدی؟ مشکل نداره دیگه. مستر خریدش با 3000 تمام میشه. عجب. کلش می چرمدوزی و امی قصایزی که هست، موردوزی و چرمدوزی یا کلش امرای دست کار شده؟ جانا دیگه کار دزدوزی است دیگه. چرمش هم یک دزدوزی میاد، یکی باز کامپیوتری از پاکستان میاد دیگه. ان شاء الله مکمل دزدوزی است. لباس های افغانی که از یافتر دزدوزی می باشه. اونو واسکت بپوش خودت. باش که یک تصویر شه بگیریم چطور معلوم میشه. نه اینی دیگه سرخه. اینا ببینین این قیمتش چند است؟ این قیمتش برات میاد 800 افغانی. 800 افغانی. اینی مقبول است امرای پیرنتنبان. دوستای ما در خارج است لباس ها را زیاد خوش دارن نه؟ آره زیادتر خوش دارن. بله مقبول است به خدا. بر خودت میزه بخیر باش، سلامت باش. 800 افغانی دیگه در خارج پیسه نیست. نه دیگه خارج دیگه فکر کو هیچ پیسه نیست. عجب. شکر که داریم. خوش شدم از دیدنت. ببخشید که با زحمت ساختیم. خدا بخشید. بخیر سلامت باشید. دوستای عزیز رسیدیم به پایان گزارش امروزی ما. بیریبار ازدحام زیاد بود، یک اندازه تصویر گرفتن نتونستیم به دلیل که فامیلا هم زیاد بود. اوقات لحظات خوش برای میتون میخوایم. فردای بهتر از امروز. امید یک عید خوب و خوش داشته باشین. تغییراتی که در ماندهی کابل آمده بود شما در تصویر دیدین و صحبت های هم شهری های عزیز ما رو هم داشتیم. خدا نگهدارتان.